بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله امروز درسی 43 ماست. من کوشش میکنم که تا درسی 45 کتاب الصلاة رو به پایان رسانم، یعنی که تقریبا 3 درس دیگر رو میگذاریم. در درس امروزه ما باب الاستسقا و این چنین کتاب الجنائز رو یا باب الجنائز رو میگذاریم، اما کتاب یا باب صلاة الخوف رو نمیکنیم و سببش رو انشاءالله برای شما میفهمونم. باب الاستسقا مؤلف آغاز میکنه، در اینجا می نویسد که این باب استسقا است. استسقا بر وزن استفعال هست، یعنی از جهت صرف، و باب استفعال چطوری که بعضی شمایان شاید بدانید با خاصیت طلب استفاده می شود، یعنی که طلب کردنی سقا، طلب کردنی آب، طلب کردنی باران. یعنی اگر در یگان مکان اگر قحط سالی شود، باران نبارد، برای طلب کردنی باران دعا و استغفار کرده می شود. همان جامعه، مردمی همان مکان باید که به یک میدان جمع شوند و در آنجا دعا و استغفار کنند و طلب آب کنند و نماز خواندن نیز جایز هست. برای همین مؤلف میگوید له صلاة من غیر جماعت، برای طلب کردن آب، یعنی برای دور کردن، برای برطرف کردن قحط سالی، چون که قحط سالی و نآمدن آب، نبودن باران به حد مشکلات های دیگر رو یعنی می آورد. البته سبزیجات و یعنی میوگی و سبزوات و دیگر چیزها نمی براید، یعنی خوردن به نوشیدن به دیگر چیزها تأثیر منفی می دهد به حیوانات و به چرادن حیوانات و غیره. از این سبب برای این مستقل یک یعنی چی هست باب در اینجا مقرر کرده است مؤلف و میگوید که برای طلب کردن آب نماز هست بدون جماعت، یعنی نماز خواندن طبق فقه حنفی جایز هست اما ضروری نیست، چون که برای ثابت کردن نماز خواندن برای استسقا یک حدیثی هست که در قوتش اختلاف هست، یعنی یک حدیث شاذ در این باب هست و شاذ رو باید شما بدانید شاذون، و از این سبب اختلاف دارند علما، حتی بین خود امام الاعظم و صاحبین اختلاف هست. امام الاعظم میگوید که نماز خواندن تنها جایز هست، یعنی ضروری نیست و باید منفرداً خوانده شود، و صاحبین میگوید که جماعت هست، یعنی نمازی با جماعت خوانده می شود به مانند نمازی عید، اما یعنی جهرن به تکبیرات زایده و غیره. به هر حال در اینجا میگوید که نماز خواندن برایش جایز هست اما بدون جماعت، یعنی باید منفرداً خوانده شود. باید نه، اما جایز هست که نماز منفرداً خوانده شود برای استسقا. اما بر کدام عملها اتفاق هست بین علما که دعا کردن و استغفار کردن، یعنی برای طلب آب همان مردمی، همان جامعه، همان مکانی قحط باید جمع شوند در یک میدان و باید دعا و استغفار بکنند. خب و میگوید که و یستحب الخروج له 3 ایام مشاتا، مستحب هست خارج شدن برای او، و در اینجا ضمیر برمیگردد به یعنی برای همین عمل، برای عملی طلبی آب مستحب هست بیرون شدن، خارج شدن، یعنی که از خانه ها، از همان به یک میدان به بیرون شهر بیرون برآمدن، نفرها جمع شدن در یک میدان مستحب هست تا 3 روز، یعنی مشتن یعنی پیاده برآمدن از شهر به طرف یک میدان یا به طرف بیرون از شهر مستحب هست به مدت 3 روز. فی ثیاب خلیقة غسیلة او مرقعة، در لباس های خلیقه یعنی کهنه، غسیله شسته شده، یعنی که وقتی که لباس مثلا چندین بار شسته می شود البته کهنه می شود، رنگش خیره می شود و غیره.
هدفش همین است که در لباسهای پراکنده و در لباسهای کهنه، مرقعه یعنی که لباسهایی که حتی شکاف دارد، شکافی ها دارد، بعضی مکانهایش دریده شده و دوخته شده باشد. خب متذللین، در حالت ذلیل بودن، در حالت فروتن بودن. متواضعین، در حالت تواضع داشتن، فروتن بودن. باز هم یک معناهای آنها قریب هست. در حالت یعنی مثلا به حد فروتن بودن و سرخم بودن. خاشعین لله تعالی، خشوع داشتن یعنی متوجه بودن به الله سبحانه و تعالی، توجه کردن به طرف الله سبحانه و تعالی، متوجه بودن به ذکر الله سبحانه و تعالی. ناکسین رؤوسهم، در حالتی که سرهای آنها پایان باشد، سرهای آنها خم باشد. مقدمین الصدقه کل یوم قبل خروجهم، در این حالت باشد که آنها تقدیم کنند. مقدمین، مقدمون اسم فاعلش هست، یعنی کسی که تقدیم میکند، پیش میکند، بیرون میکند صدقه یا میدهد صدقه. مقدمین جمعش هست، یعنی مردمانی که تقدیم میکنند صدقه هر روز پیش از برآمدنشون. یعنی مستحب هست در اینجا، یعنی همین طریقه استسقا کردن این است که مردم باید جمع شوند، یعنی و مثلا فیصله کنند که در کدام روز آنها جمع میشوند در یک میدانی برای استسقا کردن و پیش از همان روز چی کنند؟ صدقه بیرون کنند. صدقه یعنی بدهند، لباسهای کهنه و یعنی لباسهای کهنه و شسته شده خود را بپوشند، یعنی حالت خود را حالت فقیر و بیچارگان بسازند، چون که ما احتیاجی خود را و یعنی نیازمندی خود را به الله سبحانه و تعالی نه فقط از جهت درونی باید نشان بدهیم، بلکه از جهت بیرونی هم، از جهت سمتمون، یعنی که سمتی که اختیار میکنیم، حالت بیرونی که اختیار میکنیم، باید به حد فروتنی و بیچارگی خود را به الله سبحانه و تعالی نشان دهیم پیش از طلب کردنی بارون. خب و یستحب اخراج الدواب، و این چنین مستحب هست که حتی چارپایان را یعنی حیوانات را بیرون کرد، یعنی با هم گرفت. و شیوخ الکباری، و یعنی شیوخ الکبار یعنی یک کلمه هست، یا اینکه تکرار در اینجا کبار ضرورت نبود. شیوخ یعنی هدفش این است که شیخ معنایش نیست که شیخ یعنی علما یا اینکه عالمان یا اینکه مثلا مردمی که امام و خطیب هستند. شیوخ در اینجا معنایش این است که پیرسالان، کلانسالان رو، پیرسالان رو با هم بگیر، با هم باید گرفت. و اطفال، برای چی پیرسالان و اطفال و چارپایان؟ برای که این مردمی می باشند، یعنی این مردم و حیواناتی می باشند که بیگناه هستند، یا اینکه بیگناه نه اما یعنی بیچاره هستند، گناهی آنها کم هست. یعنی البته اطفال مکلف نیستند، گناهی آنها حتی حساب نمی شود و عموما کسانی که پیرسال می باشند یا گناه زیاد نمی کنند، یا اینکه از گناهان خود استغفار کردگی هستند، یا اینکه زیادتر یعنی با تقوا و پرهیزگار می باشند. و البته چارپایان نیز مکلف نیستند. و فی مکه و بیت المقدس، و میگوید در مکه مکرمه و بیت المقدس، خوب یعنی در فلسطین، بالمسجد یجتمعون، از اون که به یک میدان، به سوی یک میدان بیرون از شهر جمع شوند، بهتر است که آنها در خود مسجد همین مکان ها جمع شوند. یعنی در مکه در مسجد الحرام و در یعنی در فلسطین در مسجد الاقصی، در بیت المقدس جمع شوند. و ینبغی ذلك ایضا، و این چنین سوم مکان این با اهل مدینه در مسجد النبوی هست، چون که وقتی که در این مکان ها باشید، میگوید که اگر شما در این مکان های مقدس باشین، برای چی با بیرون از همان شهر بیرون شوید. البته از همه جای پسندیده رو باید ما انتخاب کنیم برای دعا کردن، برای استغفار کردن. پس از همه جای پسندیده در این شهرها و در این مکانها البته این مسجد ها می باشد. برای همین بغیر از این 3 مکان و 3 مسجد، اگر مردم در دیگر شهرها و دولت ها باشند، باید به یک صحرا، به یک میدان خالی، در حالت فروتن، در حالت بیچارگی، یعنی تمامی
مردم باید خارج شوند یا اینکه اکثری مردم، البته بعضی ها شاید نتوانند و این باکی ندارد، اکثری مردم بیرون شود کفایه میکند. و یقوم الامام مستقبل القبلة رافعا یدیه، و چون که استسقا کردن یعنی طلبی باران کردن مخصوصا یا اینکه اساسا چی می باشد، دعا و استغفار می باشد، نماز خواندن شرط نیست، جایز هست، اما طبق فقه حنفی اصلا چی هست، جمع می شوند، البته صدقه می دهند پیش از برآمدن، جمع می شوند و دعا و استغفار می کنند، دعا و استغفار کردن می گیرند تا آنکه قحط دور شود و باران بارد. و امام میگوید، امام یعنی که امام یا امام جماعت می توانید حساب کنید یا امام همان مردم، سروری همان مردم. گویم امام می ایستد به طرف قبله، رو به طرف قبله، دستای خود را بالا می کند و مردم و الناس قعود مستقبلین القبلة، در حالتی که مردم در قفایش می نشینند. خب و به مستقبلین یعنی که مستقبل یعنی که به مستقبل قبله، به روی به طرف قبله. یؤمنون علی دعائه، و چی میگویند؟ آمین میگویند بر دعایش. و دعا چیست؟ اللهم اسقنا غیثا مغیثا، اللهم یعنی ای الله، اسقنا به ما عطا فرما. اسقنا اصلا برای نوشانیدن و یک کسی وقتی که آب میدهی استفاده میشود. در اینجا میتوانیم ترجمه کنیم برای ما عطا فرما غیثا مغیثا، البته بارانی که چی باشد؟ برکت آور باشد. این کلمه ها خیلی معناهای دقیق و چقور دارند، اما برای آن که حالا به لغت رفتن ضروری نیست، معناهای آنها مترادف هست و زبان تاجیکی اونقدر عمق و یعنی اونقدر عمیق نمی باشد مقابل به زبان عربی. من بعضی کلمه ها را همین خیل یعنی کلمه های مترادف را استفاده می کنم و میگوید یعنی میتوانیم حتی پرفایز هم بگوییم، هنیئا مریئا مریعا غدقا. خب هنیئا میتوانیم فورا بگوییم، مریئا سیراب کننده، مریعا میتوانیم بگوییم که یعنی هم سیراب کننده میشود، هم آن آبی که سبزیجات و میوگی و دیگر چیزها را سببی یعنی برآمدن آنها شود، سببی یعنی درست شدن طعام و برآمدن طعام فورا و وسیع شدن خوراک و نوشابه و غیره، یعنی چی شود؟ سبب شود. غدقا میتوانیم زود فرا، و عاجلا غیر رائث یعنی چی باشد؟ عاجل باشد یعنی زودتر نازل شود. مجللا و تمام آسمان را فرا گیرد، تمام زمین را یعنی فرا گیرد. صحا بارشی وسیع باشد. طبقا یعنی طبق به طبق یعنی دائمی باشد مثلا، و دائما دائمی باشد. البته اینش فهمو هست. البته دائمی برای چی در اینجا میگوید؟ برای آن که دائمی معنای آن را ندارد که اصلا ما طلب این رو داریم که باران دائمی بگیریم، چون که اگر باران حتی دائمی شود این سببی ضرر می شود، یعنی باران نبودن هم ضررناک است و همیشه باران باریدن هم ضررناک است. از این سبب هدف دائما در اینجا این است که یعنی به مقدار ضرورت، یعنی به مقدار ضرورت هر یک چند روز باز، هر یک چند هفته باز ببارد. هدف دعا این هست. و ما اشبهه سرا و جهرا. پس این دعا رو در اینجا ذکر کرده هست. البته این دعا ضروری نیست، امام میتواند که از پیش خود دعا کند یا اینکه دعاهای را بگوید که به مانند همین باشد. و ما اشبهه سرا و جهرا، و آن دعاهایی که به مانند این دعا هست یا در حالت خاموشی بگوید یا در حالت جهری یعنی بلند بگوید. ولیس فیه قلب ریده. و طبق فقه حنفی یعنی جامعی که امام میپوشد یا اینکه ریدایی که چپن یا اینکه بالا پوشی که میپوشد، خب بالا پوشی که میپوشد ریدا هم گفته میشود، آن رو یعنی چپه نمی کند،
قلب یعنی که چپه کردن، چون که طبق دیگر فقه ها، مذاهب فقهی، آنها میگویند که امام در وقت دعا کردن یا پس از دعا کردن چی میکند؟ همان چپنی که پوشیدگی هست، بالا پوشی که دارد، همان جامه هم گفته میشد، همون رو میکشد و چپه میکند و دوباره به شانه های خود میگذارد، چون که این یعنی یک نشانه هست، با بدنش با همون جامهش نشان میدهد که الله سبحانه و تعالی یعنی تو حالت ما رو به مانند چپه کردن همین بالا پوشم تغییر بده. یعنی گویا که درخواست میکند، دعا میکند از الله سبحانه و تعالی که حالت ما رو نیز عوض کن، تبدیل کن، یعنی برعکس کن، از قحط سالی ما رو یعنی به طرف بارانی فراوان و بارانی یعنی سیراب کننده و پربرکت تبدیل کن. اما طبق فقه حنفی این عمل کردن ضروری نیست. برای همین امام شوربولانی میگوید که و چپن کردن یا اینکه دور دادن چپن یا ریدا ضروری نیست و میگوید ولا یحضره ذمیون، و شخص ذمی یعنی غیر مسلمانی که ما تحت در دولت مسلمان زندگی میکند و باید که یعنی جزیه بدهد، باید قانون دولت مسلمانی را یا دولت مسلمان را باید پیروی کند، یک مقدار چطوری که گفتم جزیه یعنی به مانند پول باید بدهد و یعنی در امان دولت اسلامی زندگی میکند، اما غیر مسلمان هست. اگر این گونه دولت باشد که دولت اسلامی باشد، پس در وقت یعنی در موقع قحط سالی تنها مسلمان ها باید بیرون شوند به میدان، نه اینکه ذمیان را با هم بیرون کردن نمی شود. چون که البته ما صدقه می دهیم، دعا و استغفار می کنیم، حالت فروتن و متواضع رو اختیار می کنیم. برای چی؟ برای اون که ما دعوت کنیم به طرف خود، به سوی خود رحمت الله سبحانه و تعالی را، ما یعنی خوشنودی الله سبحانه و تعالی را طلب داریم و جستجو داریم. پس با حاضر کردن غیر مسلمان این عمل به جا آورده نمی شود. یعنی ذمیان و غیر مسلمان باید سببی غضب الله سبحانه و تعالی شود. برای همین ذمیان رو یعنی غیر مسلمانانی که در دولت اسلامی تحت امانی یا امن مسلمان ها زندگی می کنند، یعنی چی دارند؟ عقد دارند و جزیه می دهند، آنها رو بیرون کردن نمی شود. پس این بود باب استسقا. خب اکنون در اینجا باب صلات الخوف هست. صلات الخوف نماز ترس، اصلا نمازی هست که در حالتهای خوف یعنی ترس، اما اکثری وقت در حالتهای جنگ خوانده می شود. یعنی وقتی که عسکرهای مسلمان به جنگ می روند، البته در مابین جنگ یگان وقتی نماز هم می شود و البته جنگ همه وقت شمشیر یعنی با شمشیر نمی شود، در عصرهای بعدی با تفنگ و با بندوق و با دیگر چیزها، با بمب و غیره هم می شود و جنگ همه وقت نمی باشد. یکم وقت روزها یا سالها دوام می کند و مثلا یک دو سه روز جنگ می شود، باز خاموشی می شود، یا مثلا از دشمن بجا می شود یا از دشمن بجا می شویم و غیره و غیره. این گونه یعنی تکتیکه ها هست و این گونه روزهای گوناگون می داشته باشیم. پس در حالت جنگ اگر در مابین معرکه یا در بین معرکه، یعنی که در همان حالت جنگ شدن، در حالتی که جنگ توقف نمی کند، اگر وقتی نماز شود، پس مسلمان ها چگونه باید، یعنی عسکران مسلمان، ارمیای مسلمان باید چگونه نماز را بخوانند با جماعت. برای این یک طرز هست که مثلا اگر من مختصر کرده اشاره کنم، چون که این باب رو من نمی کنم با شما، عموما همان ارمیه، همان لشکر به دو قسمت تقسیم کرده می شود و هر دو قسمتی همان لشکر از پس یک امام نماز خود را می خوانند، اما یعنی در نصف نماز گویم که جماعت اول اشتراک می کند با امام، در حالی که جماعت دویم یا قسم دویم جماعت راستا می خیزند، می ایستند و تنها در حالت راستا بودن در نماز می باشند و دستان خود را می توانند در تفنگ های خود یا در همان یعنی هتیارهای خود نگه دارند
و در نصف نماز دیگر چی می شود؟ یعنی در نصف نماز دیگر بعد قسمتی دویمی لشکر اشتراک می کند. خب یعنی که اگر در سفر باشند البته یک رکعتی می خوانند، اگر در سفر نباشند 2 رکعتی می خوانند. یعنی که خلاص همین شد که همون پورا لشکر به 2 قسم تقسیم می شود. اگر امکانیت باشد به 2 صف تقسیم می شوند. صف یکم اول نصف نماز رو با امام می خوانند، در حالتی که قسمی دومی لشکر یعنی به هر طرف نگاه کردن میگیرند، با تفنگ های خود، با همون پیستلت که میگوییم، پیستلت باشد، شمشیر باشد، دستان خود را در همون هتیار خود میگذارند و چی میکنند؟ یعنی محافظت میکنند از جماعت. و بعد وقتی که نصف نماز تمام شد، دویم قسمت یا دویم بخش جماعت و دویم بخش نماز رو میخواند. این گونه یعنی مختصر کرده این یک راهش هست. اما متاسفانه در باب همین صلات الخوف چندین طریقه هست، تا 8 طریقه هم با یادم هست که حتی ما وقتی امتحانات فقهی رو میسپاریدیم من 8 طریقه رو کوشش کردم که از یاد کنم که این طریقه هست، این طریقه هست، این طریقه هست. راستش رو بگویم تمام 8 طریقه به فکرتون نمیماند. حتی همین 1-2 طریقه رو دانستن همین هم غنیمت است. اما از سبب کم بودن ساعت‌های ما، از سبب کم بودن روزهای درسی ما از این میگذریم و ان شاء الله از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستیم که به این ضرورت نشود و من و شما، مخصوصا زنها اونقدر ضرورت ندارند به این نماز، یعنی به دانستن این نماز. اما اگر ضرورت شد به پسرانتون، به شوهرانتون، البته و یعنی دیده به همون موقع و به همون زمان و وقت بعد انشاءالله یاد میگیریم. میگذاریم با ما زیادتر چی نیاز هست؟ جنازه ها. باب الجنائز، کتاب جنازه. مؤلف میگوید یسن توجیه المحتضر القبلة على یمینه. سنت هست اولا، یعنی باب الجنائز این خیلی بابی دراز هست. اولا از همون عملهایی که ضروری هست برای شخصی که در حالت وفات هست، مرض الموت یا در حالت وفات هست، یعنی اون عملها رو ذکر میکند. بعدا درباره غسل، بعدا درباره کفن و بعد در آخر درباره خود نماز جنازه بعد میفهماند. پس از اینجا ما آغاز میکنیم و این تمامی عملهایی که ضروری هست برای شخصی که در حالت وفات هست، تمامی عملهایی که یعنی شخصی که کمک میکند به شخصی که در حالت وفات هست یا شخصی که در نزد شخصی وفات کننده باشد باید انجام دهد، برای اون که شخصی وفات کننده یک فوت و یک مرگی خوب داشته باشد. سنت هست که روی شخصی محتضر را به سوی قبله کرده شود، به طرفی راستش. محتضر شخصی که نزد او حاضر می شود، یعنی که محتضر اسم مفعول هست و کی حاضر می شود نزدش؟ البته که ملک الموت، شخصی که در نزدش حاضر می شود، در نزدش حاضر می شود، که یعنی ملک الموت در نزدش حاضر می شود یا مرگ به اون نزدیک می شود یا حاضر می شود. برای شخصی که نزدیکی یا قریب به فوت شدن به مرگ هست، سنت هست که توجیه دور داده شود، رو به طرف قبله کرده شود، به طرف راستش. و جاز الاستلقاء. خب و این چنین جایز هست که به پشت خوابیده شود، یعنی پایهایش به طرف قبله باشد. و البته وقتی که پایهایش به طرف قبله باشد یرفع رأسه قلیلا، سرش کم ترک بالا کرده شود تا اینکه سرش به طرف آسمان نباشد بلکه به طرف قبله باشد. اگر به یاد داشته باشید این برای حالت معذور هم همین طرزی خوابیدن ذکر کرده می شود. و یلقن بذکر الشهادة عنده من غیر الحاح. و بعد از اون که انسان رو، همون شخصی محتضر رو، شخصی که در حالت مرگ هست، بعد از اون که ما رویش رو به طرف قبله کردیم یا پایهایش رو به طرف قبله کردیم، ما باید تلقین کنیم در نزدش، یعنی که شهادت رو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا لا اله الا الله محمد رسول الله، در نزدش تلقین کنیم. تلقین کنیم یعنی که امرش نکنیم،
یعنی به او امر نکنیم که تو بگو شهادت رو یا شهادت بیده، بلکه در نزدش باید تکرار کنیم. در نزد او باید شهادت رو تکرار کرده شود، من غیر الحاح، اما بدون فشار آوردن. یعنی به او باید فشار داده نشود و به او باید جبران قبولانده نشود. ولا یؤمر بها، چطوری که گفتم، و به این عمل باید امر کرده نشود. یعنی که مثلا یعنی تصور کنید پدرتون، مادرتون، الله اعلم، یعنی فرزندتون، یعنی هر حالت پیش اومدنش ممکن است شوهرتون الله شما رو یعنی نگه دارد و قوت دهد در این خیلی حالت های سخت. اما پدر و مادر یعنی این زیادتر پیش می آید. اگر در نزدتون در حالت مرگ باشد، باید که مخصوصا به زنها من تأکید میکنم خود را از دست ندهید. یعنی این یعنی بعضی ها به حد حالتشون بد می شود، خود را از دست می دهند، گریبان ها رو پاره میکنن و خود رو میزنند و داد و فریاد. البته این خیلی حالتی سخت است، اما من و شما باید یعنی از صبر کار بگیریم و قوت داشته باشیم تا اینکه پدر و مادر خود را یا اینکه خواهر مسلمان خود را یا شوهر خود را یا دیگر و خویش و تبار خود را در یک حالتی بهترین یعنی به آخرتشون روان کنیم، در یک حالتی بهترین با آنها کمک کرده توانیم. پس گرچه که این حالتی سخت هست، این حالتی یعنی گریه آور هست، اما ما باید کوشش کنیم که قوت داشته باشیم، صبر کنیم و یعنی عملهایی که باید کرده شود آنها رو به جای بیاوریم. و بعد وقت می شود برای گریه و ناله کردن و برای دل خود رو خالی کردن. با آنها باید نرمی کنیم، با آنها باید صبر کنیم. پس در این عمل دوم یا قدم دوم چیز که در پیش میت اما در نزد همون محتضر، کسی که در حالت مرگ هست، یعنی که حالا البته فوت نکرده است اما فوت کرده ایستاده است، در همون نفسهای آخران هست، باید به این گونه شخص ما در نزدش لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، یا اینکه شهادتین رو بگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. میتوانیم که یعنی این رو در نزدشون تکرار کردن بگیریم تا اینکه آنها شنوند و به یادشون بیاید. اما برای چی باید به آنها امر کرده نشود و آنها رو باید فشار آورده نشود؟ چون که حالت مرگ، سکرات موت به حد سخت است و در این حالت سختی و در این حالت درد و رنج ما نمیخوایم که آنها رو در یک حالتی گذاریم که آنها نه بگویند که نه، یا بگویند که نگو یا بس کن. این خیلی گپا از دهانشون نبراید. برای آن که آنها رو یعنی از این گونه سخنها گفتن نجات دهیم یا اینکه پرهیز کنیم، برای آنها این گونه گپا یعنی این گونه امرها داده نمی شود. و تلقینه فی القبر مشروع، و تلقین کردن آنها در قبر میگوید جایز هست. خب یعنی که اولا تلقین قبر چیست؟ تلقین قبر آن رو گفته می شود که وقتی که انسان از دنیا می گذرد و به قبر مانده می شود و قبر پوشانده می شود، یا در حالت ماندن حتی در قبر، گویا به آنها گفته می شود که یعنی ای فلانی به نزد تو یعنی به قریبی دو فرشته می آید و از تو سوال می کنند، مثلا که خدای تو کیست، من ربک، مثلا ما دینک، دینی تو چیست، و در باره محمد صلی الله علیه و سلم یعنی چی میگویی، چی میدانی. پس به آنها جواب بده که مثلا به سوال یکم چنین جواب ده، به سوال دوم چنین جواب ده. این را تلقین قبر گفته می شود و طبق فقه حنفی نه کردنش و نه نکردنش گفته می شود. در اینجا ببینید میگوید که اگر کسی با میت در قبر تلقین کند این جایز هست و گفته می شود که نه باید تلقین کردن نشود. و بعضی گفته می شود یا بعضی علما گفتند که لا یؤمر به ولا ینهى عنه، نه گفته می شود، نه یعنی نه امر کرده می شود و نه از آن نهی کرده می شود. این وابسته به عرفی هر دولت می باشد. اگر مثلا در یکون دولت اگر علما و مردم همان جامعه به این عادت داشته باشند یا به تلقین کردن عادت داشته باشند، ما چیزی نمیگوییم، طبق همون عرف عمل میکنیم. در یکم جا اگر مثلا به این عمل نکنند و از این پرهیز کنند، ما طبق همون عمل میکنیم.
یعنی که در این توسعه هست، یعنی آسانی هست. اگر کرده می شود در یگان جا کرده می شود، جایز هست. و اگر کرده نمی شود این ضروری نیست. خب تلقینی میت کردن، اما البته در تلقین کردن در وقت زنده بودن آنها، یعنی در حالتی که حالا یعنی از دنیا نگذشتن، در این اختلاف نیست. خب و میگوید و یستحب لاقرباء المحتضر و جیرانه الدخول علیه، مستحب هست برای خویشاوندان شخصی محتضر، من علاکه فهموندم شخصی که نزدیک به وفات کردن هست، مستحب هست به خویشاوندان همون شخصی محتضر و به همسایگانش دخول علیه که به نزدش داخل شوند، یعنی می توانند که به نزدش بیایند و یتلون عنده سوره یاسین و سوره یاسین را در نزدش بخوانند، یعنی این مستحب هست. و استحسن بعض المتأخرین سوره رعد، در حالی که بعضی متأخرین، بعضی علمای یعنی زمانه بعدی، آنها چی رو پسندیدند یا چی رو بهتر و یعنی مستحب گفتند، شمار کردند سوره رعد رو. و اختلف فی اخراج الحائض والنفساء من عنده، اما در بیرون کردن زن حائض و نفسا اختلاف هست بین علما، یعنی که آیا زنی یعنی خانمان حائض و نفسا می توانند به نزد میت بیایند یا اینکه نه، در این اختلاف هست. بعضی علمای احناف میگویند که بله جایز هست، یعنی باکی ندارد، اما بعضی میگویند که نه، حائض و نفسا چون که به مانند جنوب هستند از سبب یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، بهتر است که آنها به نزد محتضر نآیند، چون که این یعنی سببی مشکل شدن مرگ آنها یا اینکه دور شدن فرشتگان از نزد میت می شود و ما می خواهیم که در این حالت فرشتگان رحمت به نزد میت باشند. این هم وابسته به عرف هست و در این چون که اختلاف هست، اگر در یگان دولت یا مکانی باشیم که در آنجا علماش این را همچون یگان یعنی مشکلات یا اینکه در این سختی نکنند، سختی نمی کنیم، اما اگر در یگان دولتی باشیم که علمایش یعنی سختی میکنند در این، یا اینکه همون اهل و عائله میخواهند که چی باشند، احتیاط کنند و اگر نمانند منع کنند حائض و نفسا را از در آمدن به نزد میت، پس این هم هر دویش یعنی درست است، به هر دویش دلیل موجود هست. یعنی مسئله نیست که در این سختی کرده شود، تنها این از سببی حاضر بودن یا نبودن ملائکه های رحمت می باشد. بعدا میگوید فاذا مات شد لحیاه. خوب، اولا چی شد؟ رویش رو به طرف قبله کردیم، تلقین کردیم. خب بعدا تلقین میت رو فهموند، بعدا گفت که خب همسایگان و یعنی خویشاوندان می توانند که داخل شوند، در نزدش قرآن بخوانند، سوره رعد، سوره یاسین یا هر سوره دیگری که بخواهند، باکی نیست. یا مثلا در نزدش چی کنند، ذکر کنند، شهادت رو بگویند که به یادی میت برسد. اگر میت مثلا شهادت رو نگوید یا اینکه لا اله الا الله رو گفته نتواند، این معنی اون رو ندارد که از دنیا کافر رفت. بعضی ها همین گونه فکر میکنند که اگر کلمه طیبه رو نگوید یا اینکه شهادت رو نگوید یعنی که مسلمان نمرد. این درست نیست. خب یعنی ایمان انسان وابسته به این نیست که در حالت مرگ شهادت رو بگوید. البته ما از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم، دعاگوی هستیم که در حالت مرگ یعنی ما با شهادتین از این دنیا ما چی کنیم، سفر کنیم. اما بعضی وقت بعضی ها یعنی دیگر از کار رو میگویند، الله اکبر، سبحان الله، یا الله 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 مثلا میگویند، نامی الله سبحانه و تعالی رو میگیرند یا دیگر چیزها رو، یعنی دیگر کلمه ها رو به دهان میارند که آنها هم کلمه های خوب هست، دیگر اذکار و دیگر دعاها رو میگویند. پس این هم باکی ندارد. اما البته بهترین همین است که یعنی لا اله الا الله گفته شود. پس بعد از اون که از دنیا گذشت، روحش برآمد، فاذا مات، میگوید چی باید کرد؟ شد لحیاه، باید که دهانش پوشیده شود، معنیش باید پوشیده شود. یعنی که یک لطه رو میگیریم، خب و از پایانی معنی همون شخصی فوت شده میبندیم در بالای سرش تا اینکه دهانش نکشاید، یعنی باز نشود.
و این چونین چشمانش اگر گشوده باشد چشمانش رو پوشانده می شود. غمض عیناه، یعنی هر دوی چشمهایش پوشیده می شود. و یقول مغمضه، و کسی که می پوشاند چشمانش رو می تواند که این دعا رو بگوید، اما ضروری نیست. بسم الله و علی ملت رسول الله، یعنی به نام الله و بر ملت یعنی بر دین رسول الله. اللهم یسر علیه امره، یعنی امرش رو حالتش رو برایش آسان کن. یسر علیه یعنی آسانی ببخش، یعنی کاری او رو آسان گردان. و سهل علیه ما بعده و اسعده بلقائک واجعل ما خرج الیه خیرا مما خرج عنه. و سهل علیه ما بعده، و اون چیزی که بعد از مرگ است برایش آسان گردان، یعنی و با دیدار خودت و اسعده یا با ملاقات خودت او رو سعادت بخش، یا اینکه خوشبخت ساز. و آن چیزی که برایش آمده است یا اینکه آن چیزی که به طرف آن خارج می شود می براید بهتر ساز، بهتر گردان از آن چیزی که ترک می کند یا از آن چیزی که از او خارج می شود. یعنی که از جایی که می براید یا اینکه به جایی که می رود آن جای رو بهتر گردان از جایی که ترک می کند. البته قبرش رو یعنی بهتر گردان از دنیایی که ترک کرده است. اما این دعا رو گفتن ضروری نیست، می تواند بگوید و یوضع علی بطنه حدید لئلا ینتفخ، و می تواند که بر شکمش بر بطنش چی کند، یک آهنی را گذارد بر بالایش تا اینکه نپوندد یا اینکه تا اینکه ورم نکند. خب این از جهت تجربه هست. شاید بعضی ها یعنی شاید علمای احناف تجربه کرده باشند یا بعضی علما تجربه کرده باشند که اگر بر شکمی شخصی میت اگر چیزی مانده نشود میپوندد، ورم میکند، کلان میشود و از این سبب میگوید که بر شکمش یک آهنی را بگذار. اما اگر این ضروری نباشد یا یک دکتری بیاید، چون که اگر یک کسی فوت کند البته همین خیلی گفتن میشود که خیلی تمام مرد، مثلا فوت کرد رفتیم مثلا به قبر گذاریم. البته که یک دکتر اکثری وقت صدا فریاد کرده میشود که چی کند، که انیق کند که آیا همین شخص فوت شده هست یا نه. چون که بعضی حالت ها می شود که مردم گمان میکنند که یک شخص فوت کرده است، اما در اصل وقتی که مثلا گورش میکنند یا اینکه وقتی دفنش میکنند بعد چی می شود، آن شخص بیرون می شود یا اینکه بیدار می شود یا در حالت شوشتن یا در حالت غسل دادن مثلا بیدار می شود و معلوم می شود که این شخص نمرده بود، این شخص در اصل مثلا در کما بود یا در حالتی مثلا در حالتی یعنی یک حالت به سرش آمده بود که این گونه معلوم می شود که فوت کرده است، در اصل فوت نکرده است. پس اکثری وقت چی می شود، یک دکتر یک یعنی طبیب صدا کرده می شود تا اینکه انیق کند. پس اگر این ضرورت نباشد آهن گذاشتن پس آهن نمی گذارند و اکثری وقت تا غسل دادن و دفن کردن هیچ چیز نمی شود با بدنی همون میت. و توضع یده بجانبیه، و اگر دستهایش مثلا بالا باشد یا بر سینه‌اش بر شکمش باشد دستانش رو باید راست کرده شود به دو طرفش، جانبی به دو طرفش. ولا یجوز وضعهما علی صدره، و جایز نیست که آنها رو بر سینه‌اش مونده شود. خب بعضی ویدیوهای یعنی غسل و تغسیل و تکفین رو اگر ببینید شاید حتی یعنی از جهت مسلمانی هم شاید ببینید مسلمان هایی که غسل میدهند آنها دستان رو بر سینه میگذارند. این درست نیست. یعنی حداقل طبق فقه حنفی این به مانند اهل الکتاب می شود، یعنی یهود و نصارا یعنی دستان رو در سینه میگذارند، اما ما دستان رو به دو طرف میگذاریم. خب موقتا اگر مونده شود برای غسل دادن یا برای گونچی کردن این باکی ندارد، اما در حالت آخران و مخصوصا در حالت تکفین یعنی کفن پیچاندن دست ها باید به دو طرفی میت مانده شود. خب و میگوید که و یکره قراءة القرآن عنده حتی یغسل، بعد از اون که فوت کرد مکروه هست در نزدش قرائت قرآن کردن تا آن وقتی که غسل داده شود، چون که حالتش حالتی ناپاکی هست، باید غسل داده شود. ولا بأس باعلام الناس بموته، و باکی ندارد که مردم را آگاهی داد یا مردم را یعنی آگاه ساخت و مردم اعلان کرد از یعنی در باره مرگش. یعنی به مردم اگر اعلان کرده شود یا پیام روان کرده شود که فلانی از بین رفت باکی ندارد.
چون مردم بعد چی میشوند تیاری میبینن با نماز جنازهش، برایش دعا میکنند و غیره. و یعجل بتجهیزه، سپس چی کرده میشد؟ باید عجله کرده شود به تیاریش، به آماده کردنش. یعنی آماده باید کرده شود برای تغسیل و تکفین. تغسیل یعنی برای غسل دادن، تکفین یعنی کفن کردن. فیوضع کما مات علی سریر مجمر وترا، پس باید جسدی میت رو یوضع گذاشته شود. گذاشته می شود همین که فوت کرد. کما مات، این رو به جای آن که چی طوری که فوت کرد، این رو ترجمه کنیم همچون همین که فوت کرد، یعنی که همین که فوت کرد فوراً غسل و تکفین کرده شود. این خوب هست. یعنی با شتا باید تیاری ببینیم و همون طوری که فوت کرد یا همین که فوت کرد وفات کرد بر بالای تختی یعنی دود داده شده با بخور باید مونده شود. خب مجمرین، تختی، سریر یعنی تخت، مجمرین سریر یعنی تختی که با خوشبویی با بخور دود داده شده هست. ویتران یعنی با عددی طاق بالای همین گونه یک تخت باید مونده شود. در زمان ما تخت ها چوبی نمی باشند، تخت ها مثلا تخت های آهنی می باشد، پر یک اتاق و حجره برای تغسیل میت. یعنی ما داریم عموما در مساجد یا در نزد مساجد این گونه می باشد. یعنی یک پورا اتاق را، پورا یک حجره را برای تغسیل و تکفین در زمانه خود داریم. هر خیل اسباب های پیشرفته در آنجا موجود هست، باقی ندارد. یعنی اگر بخور داده نشود هم باقی ندارد، چون که بعداً در وقت تکفین و در وقت تغسیل یعنی شستن هم یعنی با آب خوشبوی استفاده کرده می شود، کفن خوشبوی استفاده کرده می شود. اما اگر تخت باشد پس یعنی بخور باید یا یک بار یا 3 بار یا 5 بار یعنی طبق عددی طاق باید خوشبویی داده شود، دور داده شود. همون اسباب خوشبویی، همون بخور باید گرد و با گردی همون گویم که تخت باید با عددی طاق چی شود؟ خوشبویی کرده شود، دود داده شود. اما اگر نشود این باقی ندارد. این بعضی آداب و بعضی مستحباتی چی هست؟ یعنی جنازه هست. و یوضع کیف اتفق علی الاصح، و همون طوری که یعنی بر آن اتفاق هست باید گذاشته شود. یعنی که بر آن همون طوری که بدنش هست، همون طوری که مناسب هست باید بر بالای تخت گذاشته شود. خب و ستر عورته، اول کاری که کرده می شود بر بالای عورتش، چی زن باشه چی مرد، باید یک لطه گذاشته شود، پوشانده شود عورتش. پس خودتون تصور کنید. خب یعنی خودتون تصور کنید که این پورا همین یعنی عملی تغسیل یعنی غسل دادن چگونه انجام داده می شود. یعنی تصور کنید که یک زن هست، مثلا یک زنی را تصور کنید پورا یعنی لباس دارد، فوت کرده هست. اولا بر بالای تختی یعنی غسل گذاشته می شود، لباس دارد. اولا ما یک لطه رو میگیریم که بر بالای عورتش میگذاریم. بعضی میگویند از ناف تا زانوها باید پوشانده شود، بعضی میگویند که تنها یعنی همون عورتی کلانترین یعنی همون شرمگاه اگر پوشانده شود کفایه میکند. البته برای زن بهتر است که حتی از بالای سینه تا زانوها پوشانده شود، یا حتی اگر یک لطه کلانتر هم باشد که پورا بدنش رو بپوشاند از سینه تا پایها، یعنی یا تا حداقل زانوها. این خوب هست، چون که همون ما احترام میکنیم این زنی که فوت شده هست از جهتی نظر نکردن یا آشکار نساختنی عورتش. مرد باشد از ناف تا زانو میپوشانیم. بعد ثم جرد عن ثیابه، سپس چی کرده میشود؟ بعد از اون که ما یک لطه را بر بالای عورتش گذاشتیم، لباسهایش رو میگیریم، میکشیم. عموما لباسهای میت رو بریده میشود، یعنی که با یک مثلا قیچی یعنی لباسهایش بریده میشود تا اینکه میت رو زیاد بالا و پایان نکنیم. خب آستین‌ها بریده میشود، کرته بریده میشود، ایزار بریده میشود و از پایانی همون گویم که لطه کشیده میشود. خب اکنون چی هست؟ و مویهای زن اگر بافته باشد یا محکم باشد یعنی میکشویم. البته در رویش، در دستانش اگر لک باشد، یکم چیز باشد، تمام این چیزها رو، زیورات، تمام این چیزها رو ما باید بگیریم.
اگر امکانیتش باشد. چیزهایی که امکانیت نداشته باشد یا در بدن چسبیده باشد، این چیزها رو یعنی این چیزها بعد کشیده نمی شود. خب یعنی جبران یگان خیل جبری یا یگان خیل عملی زیشت یا سخت انجام نمی دهیم. اکنون ما میت رو داریم و بالایش تنها یک لطه هست، یک تیکه هست برای پوشاندن عورتش. و وضع سپس وضو داده می شود الا ان یکون صغیرا لا یعقل الصلاة. سپس اول کاری که کرده می شود وضو داده می شود، همون زن یا مرد. خب اما وضویی که بلا مضمضة و استنشاق باشد، یعنی وضو داده می شود اما به مزمزه و استنشاق. اگر در یاد داشته باشید به یعنی غرغره کردن دهانشون یا به شستن دهان و بینیشون. دهان و بینی رو نمی شویم و دهان و بینی آب نمی اندازیم. خب تنها طهارت می دهیم به آنها رو طهارت می دهیم و غیر از این دو عمل. اما اگر الا ان یکون جنوبا، اما اگر جنوبی بودند در این حالت می شویم دهان بینی رو، چون که برای حالت جنابت رو دور کردن، اگر باید داشته باشید غسل برای دور کردن حالت جنابت چی هست؟ تمامی بدن و اینچنین غرغره و استنشاق کردن یا مزمزه و استنشاق کردن، دهان بینی رو شستن یا با دهان بینی آب یعنی داخل کردن و بیرون کردن. پس در اینجا 3 حالت است. متوجه شوید زن و مرد عموما وقتی که فوت میکنن در حالت جنابت نمی باشند. خب در حالت جنابت نمی باشند، اما اگر نباشند که این حالت یکم هست، طهارت می دهیم به غیر از در آوردن آب به بینی و دهان. دویم حالت این است که زن و مردی بالغ هست و در حالت جنابت هست. مثلا زن یک مرد بگوید که این در حالت جنابت هست، مثلا شب با من بود مثلا، یا زنی بگوید یا شوهری بگوید که زنم در حالت جنابت هست یا در حالت یعنی حیض بود و غیره، غسل نکرد. یعنی اگر همون زن یا شوهرش خبر دهد، این گونه ما فهمیده میتونیم که در حالت جنابت بود. اگر در حالت جنابت باشند طهارتشون میدهیم و دهان و بینیشون رو هم میشویم. سوم حالت این است که زن یا مردی بالغ نیستند بلکه صغیره هستند، یعنی کودک هستند. اگر کودک باشد در این حالت کودک را طهارت داده نمی شود. برای همین در اینجا امام شنبولاری میگوید و وضع الا ان یکون صغیرا لا یعقل الصلاة، مگر اگر کودک باشد که حتی نماز را نفهمد، یعنی کودک نابالغی باشد یا کودک به حد خرد باشد، در این حالت ما طهارتش نمیدهیم. 3 حالت شد. خب یک حالتی که طهارت داده نمی شود کودک، یک حالت برای زن و مردی بالغی که یعنی عموما اکثری مردم همین گونه می باشند که جنوبی نیستند، طهارتشون می دهیم به بینی و دهانشون آب نمی اندازیم. و سوم حالت زن و مردی بالغی هست که یعنی جنوبی هستند، آنها رو باید طهارت بدهیم و اینچنین به دهان بینیشون آب اندازیم. خب سپس امام شنبولاری میگوید و صب علیه مغلا بسدر او حرض، بعد میگوید که باید بر بالایش ریخته شود آب، باید ریخته شود آبی که جوشانده باشد یا گرم شده باشد با سدر یا حرض. خب سدر یک برگ یک درختی را گفته می شود. این برگ های این درخت اولا خشک کرده می شود و بعدا به شکل یک پودره یعنی چی کرده می شود، آماده کرده می شود. این است سدر که البته به شکل همین آماده شده الکی در مغازه ها می فروشند، مخصوصا مغازه هایی که برای میت یعنی اسباب و یعنی لوازمات دارند. این از این درخت یعنی گرفته می شود، آماده کرده می شود. حروض هم به مانند سدر یک پودره را گفته می شود که از برگی یک درخت دیگر آماده کرده می شود که یک کمی خوشبویی دارد و سببی پاکی و نظافت می گردد. و اگر نداشته باشد یعنی آبی که آماده کرده باشد، آماده شده باشد با سدر یا حروض اگر نداشته باشند یا موجود نباشد، انسان می تواند که آبی خالص رو استفاده کند. برای همین میگوید و الا فالقراح، اگر نباشد پس قراح، آبی قراح یعنی آبی خالص،
پس در اینجا میفهموند و هو الماء الخالص. آب قراه چی معنا؟ یعنی آب خالص در اینجا گفته است. تنها آب رو استفاده کردن کفایه میکند اگر آبی سیدر نباشد یا آبی که در آن سیدر چی کرده شود، یعنی آب کرده شده باشد یا آمیخته شده باشد. و یغسل رأسه و لحیته بالخطم. و یغسل رأسه و لحیته بالخطم و سرش و ریشش با ختمی شسته می شود. یعنی که ختمی یک صابونی را گفته می شود که از یک گل آماده کرده می شود. البته اگر دیگر صابون باشد با که ندارد، یعنی مقصد همین است که سرش، مویش یعنی ریشش باید با یک صابون شسته شود، یعنی نظیف کرده شود. زن البته تنها سرش میتواند که با ختمی شسته شود. پس چی کردیم؟ وضو دادیم شخص میت را، بر تمام بدنش آب ریختیم، آبی که در آب سیدر آمیخته شده باشد و سر و ریش مرد و تنها موی زن را با ختمی، با صابونی که از یک گل آماده کرده می شود شستیم. سپس چی باید کرد؟ ثم یضجع علی یساره. سپس بعد از اون که یعنی تمام این عمل ها رو انجام دادیم، میت رو کم ترک به طرفی یعنی چپش میگردانیم. یعنی دستی چپش رو اولا بر بالای سینه‌اش یا بر بالای شکمش میگذاریم تا اینکه چی نشود، یعنی در پیشمون نآید، و سپس به طرف چپش بالا میکنیم و از یک طرفش خوب، یعنی که چون که به طرف چپش میغیلد یا بالا کرده میشود، از طرف راستش چی کرده میشود؟ آب انداخته میشود. چی طوری که یعنی وقتی خودمون غسل میکنیم اول پورا بدن رو میشویم، به طرف راست به طرف چپ یعنی آب میریزیم، همین خیل هم اولا به طرف راستش آب انداخته میشود. یغسل حتی یصل الماء الى ما یلی التخت منه. آب بر بالایش انداخته میشود، ریخته میشود تا اینکه آب به آن قسمتی که زیر تخت است رسد. خب یعنی که پشتش تر شود، البته خود تخت تر شود، معلوم میشود که از یک طرفش آب ریختیم، پشتش هم تر شد. ثم علی یمینه كذلك. سپس به طرف راستش میگردانیم شه و از طرف چپش آب میریزیم تا اینکه یعنی نصف دویمی بدنش تر شود، غسل داده شود. و بعدا این کار رو که انجام دادیم، ثم اجلس مسندا الیه و مسح بطنه رفیقا. سپس چی کرده می شود؟ شخصی که غسل دهنده است از طرف سر همان میت می آید و کم ترک یعنی میت را از شانه هایش بالا می کند و به خودش تکیه می دهد. یعنی که میت را بالا می کند و خودش نزدیک می شود، یا میت را به طرف خودش کم ترک یعنی چی می کند؟ می کشد و میت را گویا به خودش تکیه می اندازد، گویا بالشت میت می شود، تکیه میت می شود و با یک دستش رو در شکمی یا در معده میت می گذارد، در بطنش می گذارد و به شکل رفیق یعنی به شکل آسوده و آسان و آهسته بر همون شکمش فشار می دهد تا اینکه اگر یگان چیز در معدهش یا اینکه در همون بطنش باشد بیرون شود. و اگر بیرون شود این باکی ندارد، غسلش رو بیکار نمی کند، چون که برآمدن نجاست تنها یعنی شخصی زنده رو طهارتش رو از بین میبرد، نه شخصی مرده. پس اگر چیزی برآید تنها همون چیز رو باید برطرف کرده شود. خب برای همین در اینجا میگوید که سپس میت رو بالا کرده می شود و در حالتی نشسته مانده می شود، در حالتی که مسندن یعنی تکیه کند به طرف او، یعنی به طرف شخصی غسل دهنده، و باید که بطنش مسح کرده شود، یعنی که کم ترک فشار داده شود، رفیقا البته به شکلی نرمی، باید سخت زده نشود به بطنش، و اون چیزی که بیرون شود از او رو باید شسته شود. ولم یعد غسله. اما غسلش، خب این باید غسل باشد، غسلش ضروری نیست که دوباره تکرار کرده شود.
یک چیزی که در اینجا امام شرمولانی ذکر نکرده است، خب حاضر من متوجه شدم، این است که در اولی غسل پیش از آن که طهارت داده شود، انسان این چونین غسل دهنده این چونین میتواند که اولا از شستن عورتش آغاز کند، یعنی که گویا که استنجا بدهد به شخص میت. در اینجا ذکر نکرده است، اما این عمل هم انجام داده می شود. یعنی که البته وقتی که زن با یک زن دیگر وقتی که غسل میدهد، در دستش یک لطه رو میگیرد و دستش رو از پایان همون لطه‌ای که در بالای چیش هست، در بالای عورتش هست میگذارد و عورتش رو میشکد با یک لطه دیگر. یعنی که دستی خالیش رو به جسد همون میت نمیگذارد و عورتش رو نمیقپد البته، اما با استفاده از یک لطه و اکثری وقت ما دستپوش هم میپوشیم در وقت غسل دادن میت، با استفاده از یک لطه میتوانیم که همون گویم که عورتی بزرگی آنها رو، یعنی که شلنگاه آنها رو بشوییم، کمترک شکیم و تازه کنیم پیش از وضو دادن. اما اگر این عمل کرده نشود و در آخر مثلا بعد مثلا چی کرده شد، فشار داده شود و چیزی برایت، در اون وقت هم اگر مثلا عورت شسته شود باکی ندارد. خب و بعدا میگوید ثم ینشفو. تا اینجا چی شد؟ تا اینجا غسل دادیم میت رو. میدانم که کمک درس دراز شد، اما ما باید همین باب رو در همین یک درس به پایان رسانیم. سپس باید که خشک کرده شود، میت باید خشک کرده شود. خب با یک لطه. خب تصور کنید حاضر میت تمام جایش تر هست و حتی همون لطه‌ای که در بالای جسدش موندگی هستیم برای پوشاندن عورتش، همون لطه هم تر می شود. عموما همون لطه هم تر هست. ما می توانیم که اولا همون لطه رو استفاده کنیم. اگر لطه کمک کار کند، کمک جای یعنی خشک داشته باشد، همون لطه رو می توانیم کمک استفاده کنیم. و یا اینکه از بالای همون لطه یکم پلاتنسه، یکم لطه دیگر رو اول میگذاریم، لطه تر رو میگیریم، با یک لطه دیگر خشک میکنیم بدن همون جسد همون میت رو و سپس در حالتی که عورتش رو و بدنش رو آشکار نکنیم، میتونیم که بدن رو از یک جای به دیگر جای گذرانیم. میتونیم که بدن جسد همون میت رو یعنی به یک مکان دیگر گذرانیم، یا اینکه در همون مکانش می ایستد. اکثری وقت در همون یک مکان در یک تخت می ایستد و اکثری وقت یعنی تختانی که در این زمانه برای همین کار، برای غسل دادن یعنی ساخته شدگی هست، تختای می باشد که شکاف دارند و آب جمع نمی شود، آب می ریزد از خود تخت و تخت پس از غسل دادن کمک یعنی نمناک می ماند اما خشک می باشد و در زیر همون میت بعد ما کفن رو چی میکنیم؟ کفن قطع شده و آماده شده رو میگذاریم. میت رو کمک به یک پهلو به دیگر پهلو میگذارونیم و از زیرش کفن رو میمونیم و کفن پیچونی رو در همون تخت میکنیم عموما. اما چی میگوید؟ سپس وقتی که خشک کرده شود جسد میت، یجعل الحنوط علی رأسه و لحیته. البته امام شرمولانی اینجا مثال مرد رو استفاده میکنن، میگوید که باید که حنوط مانده شود یا شکیده شود بر سرش و بر ریشش. حنوط چی رو گفته می شود؟ حنوط یک آمیخته ماده ها می باشد، ماده های خوشبویی. خب معمولا در این ماده خوشبویی یا در این آمیخته ماده های خوشبویی کافور می باشد، مشک می باشد و دیگر یعنی چیزهای خوشبوی کننده، صندلو و غیره گذاشته می شود. یک پودره هست، خب به مانند یک پودره اگر فکر کنید، همین خیلی به مانند یک خاک هست که آمیخته چندین تا ماده ها یا دو سه تا ماده های خوشبویی می باشد و یعنی همین گویم که خاک رو ما می شکیم به سر و به ریشی مرد، به سری زن. خب و این برای آماده کردن این جسد میت پیش از دفن کردن، پیش از کفن کردن استفاده می شود و حتی بر قبض‌های کفن هم استفاده کرده می شود. یعنی پیش از آن که میت بیاید یا پیش از آن که میت غسل داده شود، عموما ما اول کفنش رو آماده می کنیم. در زمین مثلا کفن رو چندین قبض‌هایش رو میگذاریم، بعد میپیچونیم کفن رو قطع میکنیم و در یک کنجک میگذاریم. همین که غسل دادن میت تمام شد،
میت رو به یک طرف و به دیگر طرف یعنی چی میکنیم کمک حرکت میدیم و از تگش همون قبط های کفن رو باز میکنیم میکشایم. خب و این کفن رو وقتی که قبط هایش رو آماده میکنیم اول لیفافه و ایزار و دیگر رو وقتی که میمونیم در عموما هر قبطش حنوط چی میشود مانده میشود پشت داده میشود همین به مانند یک محصولات پودره یا خاکی که گفتم به مانند یک خاکی بهت نازک میباشد که این رو ما پشت میدهیم. خب به هر حال میگوید والکافور و کافور باید استفاده شود که این هم یک ماده خوشبویی هست اعلی مساجدی در و همون عضوهای سجدهش در عضوهای سجده زانوها دستا و مثلا پیشانی و در این جایها کافور شکیده می شود. وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهره. و امام شرنبلانی میگوید که در وقت غسل دادن طبق فقه حنفی ما پخته استفاده نمی کنیم طبق یعنی روایت های ظاهرتر یعنی که پخته بر بینی و دهان میت نمیگذاریم. اما اگر گذاشته شود این هم باکی ندارد یعنی جایز هست ممانعت نیست در فقه حنفی. البته علمای احناف اختلاف میکنند که آیا در شرمگاه پخته مانده میشود یا نه. بهتر این است که مانده نشود. خب اما اگر پخته هیچ استفاده کرده نشود این یعنی موافق تر هست به فقه حنفی. ولا يقص ظفره و شعره ولا يسرح شعره و لحیته و ناخونش گرفته نمی شود. البته ناخون گرفته نمی شود موی بریده نمی شود و این چونین میگوید که موی سرش و ریشش شانه کرده نمی شود یعنی این عمل ها انجام داده نمی شود. خب البته موی زن باید به دو قسمت تقسیم کرده شود و هر دوی طرفش از دو طرف باید مانده شود یعنی طرفی راستش در بالا کفتی همون طرفی راستش و طرفی چپی مویش نصفی چپی مویش به کفتی چپش باید مانده شود. خب در اینجا امام شرنبلانی کم ترک درباره میت زن میگوید که والمرأة تغسل زوجها. خب نمیگوید تنها بعضی دیگر احکام ها رو میگوید اما من در مرور همین غسل ذکر کردن غسل من برای شما گفتم که زن چگونه از مرد فرق میکند. اونقدر فرق نیست تنها در جایی که بر ریش مرد کافور یا حنوط مالیده می شود البته زن ریش ندارد که مالیده شود دیگر در تمام دیگر چیزها یک هست تنها عورتش باید بیشتر پوشانده شود و البته از جهت شستن یک شسته می شود. خب والمرأة تغسل زوجها در اینجا بعضی احکام متفرقه رو ذکر میکند میگوید که زن میتواند که شوهر خود رو غسل دهد بخلافش یعنی بخلافش نه یعنی که مرد نمیتواند زنی میت خود را یا زنی از بین رفته خود را فوت شده خود را غسل دهد. از چی سبب؟ از سببی که وقتی که زن شوهرش فوت میکند زن از یک جهت تا حاضرم زنش حساب میشود چون که باید در عدتی یعنی وفات باید بشیند با مدتی 4 ماه و 10 روز باید یعنی معتد هسته باید در عدتی وفات بشیند و تا حاضرم یعنی زنش حساب می شود. پس محرمیت در بین آنها موجود هست اما یعنی از جهت زن به شوهرش. اما اگر زنی یگان مرد فوت کند مرد میتواند فوراً یک زن دیگر بگیرد حتی در حالت یعنی زنده بودنش هم میتواند به یک زن دیگر بگیرد اما این زن دیگر زنش نمیماند این زن دیگر زنش حساب نمی شود. محرمیت یعنی شوهر بودن این مرد به نسبت این زن به انتها میرسد با مرگ زن. برای همین مرد نمیتواند که زنی فوت شده خود رو غسل دهد که ام الولدی ولا تغسل سیدها به مانند ام ولد رو من در این درس نمیفهمونم. این یک نوعی کنیز هست که از مولای خود یا از امیر خود گویم از سید خود حامله دار می باشد و با فوت شدن همون مولای خود آزاد می گردد. پس ام ولد هم غسل دادن نمی تواند سید خود را یا مولای خود را. خب برای همین در اینجا ذکر کرده است این یک نوعی کنیز هست. ولو ماتت امرأة مع الرجال یمموها در اینجا میگوید که اگر یک حالتی پیش آید که در بین مردان تنها یک زن باشد و فوت کند
پس چی باید کرد؟ میگوید که اگر یک زن در مابین مردهای البته بیگانه و حتی شوهرش هم باشد، شوهرش هم نمیتواند غسل دهد، اگر یک زن در مابین مردان چی کند؟ فوت کند، آنها میتوانند که او را تیمم دهند، تنها تیمم دهند و این تیمم هم باید با یک لطه باشد. برای همین میگوید که بخرقتین، با یک لطه این مردان یا یک کسی از مابین همین مردان میتوانند که او را تیمم دهند به جای غسل. مثلا شرایطش نباشد، نتوانند که او را به یک مکانی ببرند، نتوانند که او را به یک زن، به نزد یک مسجد، به نزد یک زن، به نزد یک مثلا جای غسل، یعنی به یک زن بدهند، یک کسی را درخواست کنند، نتوانند، هیچ امکانیتش نباشد. در این حالت عذر آنها میتوانند که او را تیمم دهند. که عکسیه، چطوری که برعکسش نیز جایز هست، یعنی که اگر یک مرد در مابین زنها فوت کند و هیچ کسی نباشد، هیچ شرایطی نباشد، آن زنها هم میتوانند به این مرد تنها تیمم بدهند با یک لطه، یعنی باید دست خالیشون به بدن همون مرد نرسد و مرد باید دستش به بدن همون زن نرسد. و این وجد ذو رحم محرم یمم بلا خرقة، و اگر یک محرم موجود باشد میتواند که تیمم دهد بدون لطه. و کذا در اینجا محرمی که ذو رحم باشد، ذو رحم یعنی که خویشاوند یا خویش و تباری که محرم باشد. و کذا الخنث المشکل ییمم فی ظاهر روایه، و این چنین میگوید خنثای مشکل. خنثای مشکل چطوری که شما علاقه باید بدانید، من این را قبلا فهموندگی هستم، شخصی می باشد که با هر دوی نشانه های مردانه و زنانه تولد شدگی هست، اما این را البته خنثا گفته می شود، هرمافرودیت، گرمافرودیت. اما خنثای مشکل، وقتی که کلمه مشکل با خنثا می آید، این چی معنا دارد؟ یعنی که نه نشانه های روشنی مردانگی دارد و نه نشانه های روشنی یعنی زنانوی دارد، یعنی که هر دویش برابر هست یا یکمتش زیادتر نمایان نیست، نه به طرف مرد میل میکند و نه به طرف زن بودن. پس خنثای مشکل نیز باید تیمم داده شود طبق ظاهری روایت. و یجوز للرجل والمرأة تغسیل صبی و صبیة لم یشتهیا، و به هم زن و هم به مرد، یعنی چی خیش باشد، محرم باشد، چی بیگانه باشد، برای هر دوی آنها جایز است که به یک طفلی یعنی بچه باشد، دخترک باشد، جایز هست به آنها که آنها را غسل دهند، به شرطی که این یعنی این طفل خرد، این کودک خرد مشتهه نباشد، یعنی که به سن سال نرسیده باشند که یعنی بدنشون علاقه یعنی مشابهت کند به کلانسالان و به بالغان، یعنی که به یک سن سال نرسیده باشند که به طرف آنها میل داشته باشد، جانب مقابل یا جنس مقابل. میدین یشتهی یعنی از اشتیاق، که به تاجیکی میگوییم از همین کلمه می آید، اشتیاق آنها باشد، یعنی که جانب مقابل یا اینکه جنسی مقابل با آنها باید اشتیاق نداشته باشد. گویا این خیلی بفهمید، باید با آنها میل نداشته باشند، یعنی که خیلی پسر یا دخترکی خرد باشند. اگر این گونه خرد باشند و کودک باشند و نابالغ باشند و جسمی آنها خرد باشد، یعنی که زن و مردی بیگانه میتواند که با آنها غسل دهند. البته این در حالتهای ضروری هست، فکر کنید جنگ یا یگان کس گم شود یا یگان کس یگان پسرک را دخترک را در یگان جا پیدا کند بیابد، چی باید کرد؟ ولا بأس بتقبیل المیت. و در اینجا یک حکم دیگر را میگوید که باکی ندارد بوسه کردن میت را، یعنی کسی اگر البته محرمش، مادرش، پدرش، مثلا یگان کس فوت کند، دخترش، پسرش خواهد که بوسه کند، باکی ندارد. سپس میگوید وعلى الرجل تجهیز امرأته، گرچه که مرد نمیتواند زن خود را غسل دهد، اما باید که برای کفن و شستشو و غیره زن خود، زن فوت شده خود، باید تمامی همان آمادگی را باید بگیرد، تمامی تجهیز را باید تیار کند و همون نفقه همون عمل را، همون کار را باید بدهد. ولو مسعرا فی الاصح، حتی اگر کم بغل یا فقیر هم باشد، طبق قولی صحیح تر. یعنی این مسئولیت
بر شانه اولا شوهر می افتد. حتی که شوهر خودش نمیتواند غسل دهد از سبب ختم شدن گویم که همون رشته محرمیت بین آنها، اما شوهر باز هم مسئولیتی پورا کردن نفقه یا پول و ضرورتی همون کفن و غیره رو باید شوهر بدهد. و من لا مال له، و کسی که مال نداشته باشد، یعنی که شوهری که مال نداشته باشد، فکفنوه علی من تلزمه نفقته، یا شوهر باشد یا کسی دیگری باشد، خودی مردی باشد، یعنی میتی که مال نداشته باشد، خرچی همون کفنش بر شانه آن کسی می باشد که عموما نفقه او را می بردارد. یعنی هدفش این است که عموما بر خانواده همون میت می افتد. وقتی که یک شخصی فوت کنه، چی زن باشد چی مرد، نفقه و خرچی همون کفن و شستشو اگر با پول باشد، مثلا عموما پول تنها برای کفنش ضروری هست، همون کفن رو هم خریدن، دو سه لتر رو خریدن، اون هم مثلا پول می داشته باشد، خرچ می داشته باشد، بر ذمه خاندانش می باشد، پس آنها باید ذمه داری این رو بگیرند. و این لم یوجد، و اگر خانوادهش نتواند، چی از زن باشد چی از مرد باشد، هر کسی که باشد، اگر برایش خانواده نباشد یا خانوادهش پول نداشته باشند، خرچ کرده نتوانند و برایش البته کفن لازم باشد، پس این مسئولیتی بیت المال هست. این مسئولیتی بیت المال هست در البته دولتی مسلمانی، در دولت اسلامی. عموما بیت المال برای خرچه جامعه استفاده می شود، برای بهبودی و پیشروی و بهتری مردم جامعه، مخصوصا مردم فقیری جامعه که دسترسی کرده نمی توانند یا اینکه فقیر هستند، عموما برای آنها از بیت المال یعنی پول گرفته می شود و برای آنها خرج کرده می شود و خودی پول بیت المال از خودی همون مردم همون جامعه یعنی جمع کرده می شود. این در دارالاسلام عموما می باشد که در زمانه ما دیگر بیت المال نیست، موجود نیست متاسفانه. خب اما اگر مردم توانند یعنی که پول جمع کنند، این راهی دیگرش هست. برای همین در اینجا به فکرم ذکر می کند که فإن لم یعطی، اگر از بیت المال ندهد، یعنی که همون وزیر، همون سلطانی همون مکان، یعنی خلیفه همون مکان، دولت، شهر داده نتواند، ندهد، عجزا او ظلم، چی از جهت عاجز بودن، ناتوان بودن باشد، چی از جهت ظلم باشد، اگر ندهد، فعل الناس، پس این بر جامعه، بر شانه جامعه و بر شانه مردمی همون محله می افتد که وقتی که یک کسی بینشون فوت کند و شخصی فقیر باشد، خودش مال نداشته باشد، خودش یک لباسی نداشته باشد، یک لطه هم نداشته باشد، پس اولا باید مراجعت کرد به خاندان آنها. اگر خاندان آنها داده نتوانند، پس بیت المال نباشد یا اینکه بیت المال ندهد، پس مردمی همان محله باید پول جمع کنند، یا باید مثلا پول جمع کردن نتوانند، ببینند که کی یک لطه دارد، چون که برای ضرورت یک لطه هم کفایه میکند. 3 لطه برای مرد و 5 لطه برای زن ضروری نیست، یک لطه هم کفایه میکند. حتی که اگر لطه کوتاه هم باشد، یعنی گفته می شود که در قبط بالاترش، یعنی بر رو سرش کشیده می شود و بر بالای پایهایش یگان خیل علف یا یگان خیل مثلا برگی درخت و غیره مانده می شود. فهمیدید؟ پس این بعضی راه‌های این است که کی باید خرچه همون کفنی میت رو بدهد. و یسألوا له التجهیز من لا یقدر علیه غیره، و کسی که بر ذمه او آماده کردن و یعنی خرج کردن کفن باشد، اگر قدرت نداشته باشد برای پورا کردن این مسئولیتش، باید از دیگر نفرها کمک طلب کند، باید بپرسد. یسألو یعنی که باید بپرسد برای آماده کردن کفن میت کسی که قدرت ندارد از یک دیگر نفر، یعنی برای پورا کردن این مسئولیتش اگر قادر نباشد، نتواند، باید از دیگران کمک بگیرد. خب انشاءالله این نصف صحیفه دیگر رو میکنیم. در اینجا مؤلف در مورد کفن میت میگوید. من انشاءالله برای شما 1 یا 2 ویدیو رو روان میکنم که به حد مانند هست با اون چیزی که امام شنبولری در اینجا میفهماند.
من اصلا میخواستم که برای شما یک دیاگرام کشم، یعنی عکسی همین لطه ها را برای شما کشم در اکران که شما خوب متوجه شوید، اما در کشیدن عکس وقت زیاد میگذرد. متاسفانه درس ما به حد دراز شد، برای همین من کوشش میکنم که مختصر کرده برای شما بفهمونم. البته حتی با عکس کشیدن هم کسی عموما آماده نمیشود. باید یعنی کاش که شما نزدیک می بودید یا اینکه در یک صنف می بودیم که من برای شما یعنی در حالت زنده برای شما نشان میدادم، اما باکی ندارد. ان شاء الله که همین خیلی هم خواهید فهمید. میگوید که و کفن و رجل سنتن. خب پیش از آن که ما به این بحث داخل شویم بفهمید که کفن برای مرد و زن اولا عددهایش فرق میکند. خب و خودی کفن سه نوع دارد. میتواند که یا کفنی سنت باشد که از همه درجه بالا هست، البته پیروی سنت از همه درجه بالا هست. دویم درجهش درجه کفایه گفته می شود، یعنی که اگر لطه های زیاده کسی نداشته باشد از سنت، از عددی سنت اگر کمتر داشته باشد کفایه میکند، یعنی کفایه حساب می شود. و اگر هیچ چیز نداشته باشد، تنها یک لطه یا نیم لطه داشته باشد، این رو ضروری گفته می شود یا ضروره. برای همین در اینجا متوجه شود سه نوع کدام هسته: سنت، کفنی سنت، کفنی کفایت و کفنی ضرورت. خب سنه، کفایه و در اینجا ضروره. خب اولا ما البته ما در این زمانه پیشرفته و سری و پوری کوشش میکنیم که کفنی سنت رو به جای بیاوریم. کفن سنت برای مرد 3 لطه می باشد و برای زن 5 لطه می باشد. اگر مرد یعنی 3 لطه نداشته باشد، 2 لطه هم کفایه می کند. 2 لطه برای مردان کفنی کفایه حساب می شود. برای زنها کفنی سنت 5 لطه حساب می شود و برای کفایتش 3 لطه حساب می شود. خب یا 4 لطه حساب می شود برای زنها. خب در اینجا ذکر می کند. و برای هر دوی آنها کفنی ضرورت کدامش هست؟ هر چیزی که دسترسی داشته باشند. یعنی که البته در حالت ضرورت، در حالت نداشتن، هر قدری که موجود هست، نیم لطه هست، 1 لطه هست، 1 نیم لطه هست، همون رو باید استفاده کنند. فهمیدید؟ پس پیش از آن که ما به ترجمه این متن داخل شویم، الکی بدانید که کفن 3 نوع دارد، هم برای زن و مرد: سنه، کفایه، ضروره. و البته عدد آنها فرق میکند وابسته به زن و مرد بودن. اکنون میگذاریم به این کفن ها، یعنی چی نام دارند. خب نام های این کفن ها اونقدر مهم نیست، البته نام های آنها را دانست و استفاده کرد این بهترین هست تا اینکه شناخته شود که کدام لطه هست. اما مهمش این است که شما مقداری لطه ها را و درازی لطه ها را بفهمید، همین کفایه میکند. خب اولا کفن مرد از جهت سنت از همه درجه بالا و سری و پوری گویم. 3 لطه می باشد که نامهای آنها قمیص و ازار و لفافه هست. خب مما کان یلبسه فی حیاته، از آن نوع لطه‌ای که از همون متریال یا تیکه‌ای که در زندگیش می پوشید. یعنی که اگر شخصی فقیر باشد، اگر لطه کمک فقیرانه باشد یا کهنه‌تر باشد، از همون استفاده کردن باکی ندارد. اگر کمی بای بدولت باشد و غنی باشد، لطه کمک گویم که صفتش بالاتر و قیمتتر باشد، یعنی به همون چیش باید برابر باشد. خب و البته برابر نباشد یا مثلا خاندانش داده نتوانند یا خاندانش فقیر باشد، البته باکی نداره صفتی لطه کم باشد. اما هدف امام شوربالری از این عباره همین است که موافق همون درجه زندگیش باید باشد. بعد میفهماند که برای مردان کفن کفایت دو عدد می باشد، 3 عدد نه اما 2 عدد: ازار و لفافه. خب اکنون من برای شما میفهمانم که قمیص، ازار و لفافه چی معنا دارد. از یکی از شاگردان درخواست میکنم که کسی که درس رو خوب فهمید و همین بخش درس رو خوب فهمید، شما کوشش کنید که یک دیاگرام کشید، خب یا در یک دفترتان در یک کاغذ سفید کشید و نام‌های هر لطه رو نویسید، بالای هم لطه ها رو گذارید و روان کنید در گروه یا در گروه تکراری که خواهران متوجه شوند که چگونه هست. من هم کوشش میکنم برای شما ویدیو روان کنم. از همه پایان و کلان کدام لطه می باشد؟ لفافه. خب لفافه باید از همان درازی خودی همان شخصی میت کمک درازتر باشد، گویم که به اندازه 1 دست.
شاید 10 سانتی متر میتونیم بگوییم باید درازتر باشد تا اینکه بسته شود. خب چون که شما میدانید که از بالا پایان میت، یعنی از بالای سر میت و از پایان پایش بسته می شود تا اینکه کفنش گشوده نشود. بستن لازم نیست اما عموما کرده می شود. برای همین وقتی که ما کفن را آماده میکنیم باید ما کفن را به اندازه همون نفر آماده کنیم. مثلا اگر کسی 155 سانتی متر باشد، کفنش را، لیفافه‌اش را، مثلا زن باشد پسر باشد 160 سانتی متر میکنیم. مثلا 5 سانتی متر یعنی یا 165 سانتی متر لیفافه میگیریم از جهت درازیش. و از جهت پهناییش البته خود انسان همون پهناییش چند قدر هست، 2 برابری همون انسان میگیریم که پیچانده شود، طرفی راست و چپش بالای هم مونده شود. عموما همین خیل چارکنجه یعنی تیکه یا لطه کفایه میکند. خب اولا در زمین ما در 3 قسمت یا در 4 قسمت چی میگذاریم؟ داکه یا یگام خیل لطه های باریکه که ما با آنها بسته توانیم کفن را. همین خیل دراز مونده می شود. بعد از بالای همین رسمان ها یا از بالای همین لطه های باریکی که گفتم با آنها بسته می شود کفن، ما اول لیفافه رو می پرتویم. از بالای لیفافه که از همه لطه کلانترین و درازترین می باشد ما ایزار رو می مونیم. ایزار این ایزار تاجیکی نیست، ایزاری اصطلاحی فقهی هست، یعنی ایزارون گفته می شود. ایزارون با قد و قامت همون میت برابر می باشد. خب یعنی ایزار و لیفافه گویم که قریب که 1 برابر می باشند. تنها لیفافه باید کمک درازتر باشد که بسته شود و ایزار می تواند که از بالای سر همون میت پوشاند تا پایانی پایش. قمیص که می باشد، قمیص طبق فقه حنفی تیکه سومی می باشد که از بالای ایزار مانده می شود که این از پایانی گردنی شخصی میت آغاز می شود تا پایانی پایش. خب شاید در بعضی ویدیوها شما ببینید که یعنی قمیص از گردن آغاز شود تا پایانی زانو ها، اما طبق فقه حنفی این تا پایانی پای می باشد. پس مرد بعد از آن که ما این 3 لطه را بالای هم گذاشتیم، از همه کلانترین اول، سپس خردتر و خردتر، بعد چی می شود؟ البته حنوط یا خوشبویی از بالای همون قمیص گذاشته می شود و شخص میت رو، مرد میت رو، جسدش رو بر بالای همون کفن گذاشته می شود و اول در قمیص پیچانده می شود، سپس ایزار رو از بالایش می پیچانیم و سپس از همه آخران لیفافه رو بر رویش هم می پوشانیم و وقتی که هر 3 لطه پیچانده کشید، بعد با همون رسمان ها یا با همون رشته گویم یا با همون تیکه های باریک می توانیم که کفن رو بندیم. خب البته اگر نباشد 3 لطه، 2 لطه هم کفایه میکند که ایزار و لیفافه باشد. خب یعنی که 3 لطه چارکنجه و یعنی برابری لطه ها از همدیگر کمک تفاوت میکنند. این شد برای مرد و این شد از جهت سنت. و فضل البیاض من القطن، و بهترین هست که رنگ سفید استفاده شود از یعنی تیکه پختگی. خب پپلین که گفته می شود، پختگی که گفته می شود، از متریال پختگی استفاده شود. عموما همین استفاده می شود برای کفن ها. و کل من الازار و اللفافه من القرن الى القدم. در اینجا امام شرنبولاری می گوید که ایزار و لفافه مقدارشون یا درازیشون از گویم که از تاج سر یا از قرن سر تا قدم پای یعنی برابر می باشد. گفتنی هست که ایزار و لفافه 1 برابری دارند. خب اما من برای شما گفتم که اگر ایزار از لفافه کم هم باشد 1 حساب می شود، 1 چیز هست. ولا یجعل لقمیصه کم ولا دخریس ولا جیب. و میگوید که باید قمیص، وقتی که ما قمیص میگوییم یعنی پیرون که گفته می شود، این قمیص نباید آستین داشته باشد، نباید گریبان داشته باشد و نباید یگان خیل جیب داشته باشد. یعنی به مانند قمیص های شخص زنده باید نباشد. ولا تکف اطرافه، و 2 طرفش هم باید دوختگی نباشد، باید یعنی پوشیدگی یا دوختگی نباشد. خب همین خیل 1 لطه چی هست؟ لطه نادوخته هست که یعنی استفاده کرده می شود. و این چونین یعنی گفته می شود
که و تکره العمامة فی الاصح، و بر مرد عمامه پوشانده نمی شود. بعضی طبق دیگر فقه ها می پوشانند عمامه، یعنی سلام می پیچانند بر شخص میت. البته طبق فقه حنفی این مکروه حساب می شود. طبق فقه حنفی ما با مرد لیفافه عمامه یعنی سلام نمی پیچانیم در سرش. و لف من یساره ثم یمینه، و میگوید که پیچانده می شود از طرف چپش اول بعد طرف راستش، تا اینکه طرف راست از بالا مانده شود. فهمیدین؟ گرچه که ما عموما هر عمل رو از طرف راست آغاز میکنیم، اما هست یکم عمل هایی که از طرف چپ کرده می شود، مثلا با پای چپ مثلا برآمده می شود از یعنی در آمده می شود به بیت الخلا، یا مثلا از خانه برآمده می شود و غیره. همین خیل هم باید اول طرف چپ رو، قبطی چپ رو باید پیچانده شود، سپس قبطی راست رو بالای چپ باید چی کرده شود؟ پیچانده شود. و عقد این خیف انتشار و بسته شود اگر ترسی کشاده شدنش باشد. چطوری که من در اول برای شما فهموندم، انتشار یعنی کشاده شدنی کفن هست. اگر ترس و خوف باشد که کفن شاید کشاده شود، عقیده یعنی که عقد کرده می شود، یعنی بسته می شود. برای همین عموما گفتم با شما که اول ریسمان ها یا رشته ها یا خیلی تیکه های باریک رو به شکل پهنایی اول در زمین مانده می شود یا در تخت مانده می شود. سپس یعنی وقتی ما کفن را آماده می کنیم، در زمین آماده می کنیم، بعد لیفافه را از بالایش مانده می شود. بعد لیفافه رو که ماندیم، ایزار رو که ماندیم، قمیص رو که ماندیم، بعد کفن رو از دو طرفش می پیچونیم، بعد ته می کنیم. همین خیلی آماده نگه می‌داریم برای میت. وقتی که میت غسل داده شود، بعد از تگ میت داخل میکنیم کفن رو، بعد میکشویم. خب این شد کفنی مرد. فهمیدین؟ این شد کفنی مرد که عموما عباره یعنی کفنی سنتی مردی چی است؟ 3 قبط دارد یا 3 لته دارد، لیفافه، ایزار، قمیص. اگر تنها ایزار و لیفافه باشد این هم کفایه میکند. و البته کفنی ضروره برای مرد چیزی که هست، یعنی چیزی که باشد همون استفاده کرده می شود. اکنون برای زن چی فرق میکند؟ زن کفنی سنتش 5 قبط دارد یا 5 لته دارد. برای همین امام شورمولانی میگوید و تزاد المرأة فی السنة خمارا لوجهها و خرقة لربط ثدییها. 2 لته اضافه دارد و این 2 لته را چی گفته می شود؟ خمار، یعنی گویا حجاب، ستر برای البته موی و رویش، و 1 لته برای بستنی سینه هایش. خب برای بجای ماندن یا بجای نگه داشتنی سینه هایش. ثدییه همین معنا رو دارد. یعنی که زن 5 تا دارد: لیفاف، ایزار، قمیص به مانند مرد، و خمار و خرقه. و تزاد فی الکفایت خمارا، و میگوید که اگر 5 لته نباشد، پس چطوری که مرد ایزار و لیفافه داشت در کفن کفایتش، همین خیل زن ایزار، لیفافه و خمار می داشته باشد. تنها یعنی حجاب، بعد ایزار پیچانده می شود و لیفافه پیچانده می شود. 3. خب یعنی که برای زن 3 لته در کفن کفایه می باشد. و البته در کفن ضروره چطوری که گفتم برای هر دویش چیزی که هست، چیزی که باشد، چیزی که موجود باشد همون استفاده کرده می شود. خب و یجعل شعرها ضفیرتین علی صدرها فوق القمیص. من این رو برای شما الکی گفتم که موی سرش باید به 2 قسمت تقسیم کرده شود و هر 2 قسمتش به 2 طرفی کفتانش باید مانده شود. خب چطور باید یعنی کفن زن آماده کرده شود؟ در سرشویش به مانند مرد هست، یعنی که اول همون رشته ها رو میمونیم برای بستن، لیفافه رو میاندازیم، ایزار رو میاندازیم. خب اول همون رشته ها رو میمونیم برای بستن و اول پیش از لیفافه باید خرقه مانده شود، چون که سینه هایش در آخر پیچانده می شود، از همه آخر. خب خرقه مانده می شود و از بالای خرقه لیفافه و از بالای لیفافه ایزار و قمیص مانده می شود. خب و قمیص عموما یک شکافی می داشته باشد در مابینش که سر میت از همون شکافی بیرون کرده می شود، یک سوراخی می داشته باشد. خب و قمیص همین گونه یعنی
یعنی شکافی که دارد برای سر، همون قمیص کشوده میشه تا اینکه وقتی که ما میت را خوب کردیم بالای کفن، ما توانیم که قسمت دوم یا قبط دوم قمیص را از بالای سرشون یعنی بیاوریم، سر را از شکافی همون قمیص بیرون کنیم و قبط دوم را از بالای همون میت گذاریم. فهمیدید؟ پس اول که قمیص پوشانده شد، یعنی سرش از همون شکافی قمیص که بیرون کرده شد و یکم قبط قمیص که بر بدنش مونده شد، مویهایش تا حاضرم ظاهر هست. مویهایش را به دو قسمت میکنیم، در هر دوی کفتانش میگذاریم و سپس از بالای قمیصش خمارش را میپوشانیم. پس همین خمار و حجاب را میگیریم، البته بر سرش میکنیم و البته رویش رو میپوشونیم. رویش رو عموما کشاده مونده میشود تا اینکه وقتی که خانوادهش و غیرش همش که دید، بعد آخر ده باز دوباره میپیچونن، اما همون یعنی قسمتی کشاده شدنش همه وقت میباشد. پس سر و رویش رو یعنی میپیچونیم، میپوشونیم و این است از زیری لفافه، یعنی از بالای فوقه، از بالای قمیص خمارش باید پیچانده شود و البته این از تگ لفافه میآید چون که ما تا حاضرم لفافه را نپیچاندیم. خب سپس چی کرده می شود؟ سپس ایزار رو پیچانده می شود از بالای خمار. خب علاقه قمیص دارد، خمار رو پوشاندیم، اکنون ایزار رو چی میکنیم؟ میپیچانیم، لفافه رو میپیچانیم و از همه آخران بعد خرقه هست، سینه بند. خب چیزی که لطه‌ای که برای بسته کردن سینه ها استفاده میشد آن رو میپیچانیم و البته همون رشته هایی که در زمین اول موندیم همون ها رو استفاده میکنیم برای بستنی جسدی میت. خب و وقتی که ما پیش کفن رو آماده کردیم، علاقه ما در کفن یعنی چی انداختیم؟ حانوت انداختیم، خوشبویی انداختیم. خب پس یعنی عموما علاقه کفن خوشبوی شده هست. برای همین امام شرملایی میگه و تجمر الاکفان وترا قبل ان یدرج فیها، پیش از آن که یدرج درجه یعنی داخل کرده شدن، پیش از آن که میت بر اکفان یعنی بر کفن ها یعنی بر لطه ها داخل کرده شود یا پیچانده شود، باید که کفن ها یعنی قبط های کفن، لطه های کفن باید که خوشبوی کرده شود. تا اینجا درباره کفنی سنت و درباره کفنی کفایه سخن گفت. در آخر بعد میگوید و کفن ضرورتی، کفن ضرورت یعنی که کفنی که به درجه ضرورت حساب می شود همان مقداری هست که پیدا شود، کلامی زیاد ندارد. هر چیزی که انسان پیدا کند همان رو باید استفاده کند، چون که این حالت ضرورت هست. اگر کسی هیچ کفنی نداشته باشد، هیچ لطه‌ای نداشته باشد، البته چی رو استفاده میکند؟ هر چیزی که پیدا کند، یک لطه داشته باشد یک لطه رو استفاده میکنیم. البته ما کوشش میکنیم از مردم بخواهیم اگر لطه سفید نباشد لطه سرخ استفاده کنیم، لطه سرخ نباشد سبزش رو مثلا پختگی نباشد دیگر متریال، یگام چیز رو باید پیدا کنیم. هر چیزی که موجود باشد همون رو باید استفاده کنیم. پس این رو گفته میشد کفنی ضرورت، در حالتی کمبغلی بیچارگی هیچ چیز نداشته باشد، آن چیزی که پیدا شد همون چیز استفاده می شود. خب انشاءالله این بود. سبحان الله خیلی درسی دراز شد، درازترین درسی ما بود، اما من نمیتونستم که از مابین قطع کنم درس رو. پس درس رو در همینجا میگذاریم انشاءالله و از درسی آینده در موردی به فکرم نماز جنازه انشاءالله از همینجا از این فصل دوام میدیم. امیدوارم که طریقه غسل دادن میت و کفن کردن میت رو شما تا یک درجه تا یک اندازه آموخته باشید. خوب با دقت گوش کنید ویدیوهایی که من به شما روان میکنم، گرچه که کمک در آن ویدیوها اختلاف هم هست، یعنی که فقه حنفی نمی باشد، اما تا یک درجه به شما راهنمایی میکند همون ویدیوها که من به شما چی فهموندن خواستم. در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.